با نام و یاد خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما دانش آموزان و بینندگان محترم. امیدوارم هر جا که هستید در صحت و سلامت کامل باشید و سالی توأم با موفقیت رو شروع کرده باشید. من امیر ابوالفضل عابدی هستم، دانشجوی آموزش ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین مدرس و پشتیبان مؤسسه علمی آزاده کاتوس. همونطور که در تصویر می‌بینید با حل سوالات امتحان نهایی ریاضی 11 بچه‌های انسانی همین خرداد ماه 403 که گذشت، یکی 2 ماه پیش، در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم هر آنچه که یاد گرفتم و هر آنچه که بلدم رو به بهترین نحو و به بهترین شکل ممکن به شما انتقال بدم و بتونید با درس ریاضی ارتباط خوبی بگیرید و انشالله بعد از گرفتن این ارتباط خوب بتونید نتایج مورد نظرتون در درس ریاضی رو کسب کنید. بدون فوت وقت بریم سراغ سوال اول. گفته درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. قسمت الف گفته چی؟ گفته گزاره پی و نقیض پی همیشه نادرست است. خب ببینیم این اتفاق کی میفته. من یه جدول میکشم، راحت ترین کار برای گزاره جدول بود دیگه، همیشه میرفتیم سراغ جدول اگه میخواستیم در واقع حفظش نکنیم. خب پی من کلا پس چند تا گزاره اینجا میبینم؟ یه دونه گزاره، پس چند تا حالت براش در نظر میگیرم؟ 2 تا. 2 به توان n بود تعداد حالات دیگه. پس یا درسته یا نادرست. حالا نقیض پی، نقیض پی یعنی چه؟ یعنی هر چی پی هست برعکسش. اگه پی درسته میشه نادرست، اگه پی نادرسته میشه درست. حالا و چه موقع میگفتیم درسته؟ وقتی که 2 تا گزاره درست بودن. درسته؟ خب حالا پی و نقیض پی، پی درست نقیض پی نادرست، آیا جفتشون درستن؟ خیر، پس میشه نادرست. نادرست درست، بازم میشه چی؟ نادرست. پس این گزاره ای که میگه پی و نقیض پی همیشه درسته همیشه نادرسته، یه گزاره چیه؟ درسته. سوال ب گفته ارزش گزاره پی آنگاه کیو به انتفاع مقدم همواره درست است. یه چیزیه که یعنی گزاره‌ای و جمله‌ای که ما همیشه میگیم دیگه، میگیم اولی یعنی دومی در واقع به انتفاع اولی، یعنی ارزش اولی هر چی باشه حواسمون دیگه به دومی باشه. حالا یعنی چه انتفاع مقدم؟ یعنی نفیش بدیم به مقدم. یعنی چه؟ یعنی پی اگه درسته کیو هم درسته، این میشه درست چون اولی درست. اگه پی نادرسته دومی نادرسته، جفتشون چون نادرسته بازم درسته. فقط در چه حالتی پی آنگاه کیو نادرست بود؟ وقتی پی درست باشه و کیو نادرست. دیگه در غیر این صورت همیشه درست. اگر دامنه و برد یک تابع برابر باشد آن تابع همانیه. کاملا نادرسته. چرا کاملا نادرسته؟ تابع همانی چی بود؟ تابع y مساوی با x یا f(x) مساوی با x رو میگفتیم تابع همانی. حالا من 1000 تا تابع میتونید مثال بزنید که دامنه و بردش یکی باشه اما همانی نباشه. به عنوان مثال من تابع f رو میگم تابعی از a به b، a هم میشه مجموعه 0 و 1، b هم میشه مجموعه 0 و 1. دقیقاً دامنه و بردشون با هم برابرن، ولی آیا این تابع همانیه؟ قطعاً. قسمت ت گفته اگر تابع علامت به صورت f(x) مساوی با ساین x باشد، در این صورت ساین منهای 200 میشه مثبت 1. یه یادآوری از تابع ساین دوستان با هم دیگه داشته باشیم. گفتیم ما یه تابعی داریم به عنوان تابع ساین که ساین x میشه چی؟ حالا این 3 تا ضابطه میشد. گفتیم اگه x هم مثبت باشه 1 میده، اگه x هم 0 باشه خود 0 رو میده و اگه x منفی باشه چی رو میده؟ منهای 1. و تابعش هم به این صورت رسم میکردیم. تو 0 که خب تو خالیش میکردیم وقتی میخواد 1 بده. گفتیم x های مثبت 1. حالا من در واقع خود 0 فقط تنها نقطه یه تک نقطه ای میشد اینجا و به عنوان مثال اینجا هم میشد چی؟ منفی 1. این چه تابعی بود؟ شکل چه تابعیه؟ تابع ساین x بود دیگه. خب حالا با توجه به این توضیحات که دادیم، پس ساین منهای 200 حالا یا منهای 300 کلا اعداد منفی زیاد فرقی نمیکنه. وقتی منهای 300 رو بگیم اونم هست دیگه. خب تو کدوم ضابطه قرار میگیره؟ تو x های منفی. وقتی x منفیه جواب چنده؟ منفی 1. وقتی x منفیه جواب چیه؟ منفی 1. صورت سوال به ما چی گفته؟ گفته مثبته، که پس این جمله کاملا یک جمله
درستی. سوال بعدی میگه جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنیم. الف، گزاره ای که به صورت اگر P آنگاه Q و برعکس بیان می شود دارای ترکیب خوب. من می نویسم اگر P آنگاه Q و برعکس. این علامت شما رو یاد کدوم یکی از گزاره ها میندازه؟ کدوم ترکیب دو شرطی. ب، اگر F تابعی ثابت باشد F5 منهای F3 چنده؟ خب یه مروری بر تابع ثابت داشته باشیم. تابع ثابت چه تابعی بود؟ به چه تابعی میگفتیم تابع ثابت؟ خب میگفتیم Fx رو میگیم تابع ثابت هرگاه برابر با یه عدد ثابتی باشه. یعنی چه؟ به عنوان مثال میگفتیم Fx مساوی با 3 تابع چیه؟ ثابت. خب شکلش چه شکلی بود؟ y مساوی با 3 رو پیدا میکردیم، یه خط مساوی با y مساوی با 3 کشیدیم، میگیم هر xی که تو بدی چند میده؟ 3 میده. پس F5 به عنوان مثال میشه چی؟ میشه همون 3 که عدد ثابته که ما نداریم. F مثلا منفی 3 میشه چی؟ همون 30. حالا میخواد F5 رو منهای مثلا F منفی 3 کنه یا مثبت 3، هرچی. F5 رو میتونم به جاش چی بذارم؟ 30. F منفی 3 رو میتونم 30 بذارم. بینشون چیه؟ منفی. 30 منهای 30، یه 30 دارم یه 30 ازش بردم میشه 0. 1 دارم 1 ازش بردم. پرتقال دارم پرتقال تا بردم میشه چند؟ 0. پس همواره یه تابع ثابت و تفاضل دوتا مقدار از یه تابع ثابت میشه برابر با عدد 0. اینجا 3 اصلا 500 بود، اونجا من منفی 3 گذاشتم، هیچ فرقی نداره. قسمت پ میگه اگر n مساوی با 2 باشد زوج مرتبه n به علاوه 1 و جای خالی روی نیمساز ناحیه اول و سوم قرار دارد. خب ناحیه اول و سوم چی بود؟ همون تابع همانیه y مساوی با x بود دیگه. این شکلی بود فرمول رسمش. این نیمساز رو به اول و سوم، درسته؟ خب حالا اگه n 2 باشه به جا n بذاری 2 میشه 2 به علاوه 1 3. 3 بدم تابع همانی چند میده؟ بازم خود 3. میتونید دوباره همون n به علاوه 1 رو همینجا بذاری، یعنی هرچی بده همونو پس میگه. قسمت ت گفته تغییر متوسط کالاها و خدمات در طول زمان. چیه این؟ تعریف دقیقاً خود کتابتونه دیگه، تعریف تورم. حالا از کجا یادم بمونه؟ ببین بچه‌ها کم دقت کنید. به عنوان مثال اینجوری همیشه برای خودتون مثال بزنید. مثلا میگم پیاز مثلا پارسال بود کیلویی 10,000 تومان. خب دقت کنید پارسال. امسال مثلا شده کیلویی 20,000 تومان. اوکی؟ خب تغییر متوسط کالا قیمتش تغییر کرد در طول زمان از پارسال تا امسال 1 سال. این میشه چی؟ تورم. اینجوری حفظ کنید. یعنی منظورم اینه که سعی کنید بفهمید چی دارید حفظ میکنید. سوال بعدی گفته در سوالات زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید. خب الف میگه کدامی که از جملات زیر گزاره است؟ شرط این که گزاره ما داشته باشیم چی بود؟ جمله خبری باشه. لطفاً در را باز کن، امریه دیگه. حالا یه لطفاً هم گذاشته تنگش یعنی آره. 2 چه هوای سردی؟ علامت تعجب داره. شما اهل کجایی؟ جمله پرسشی. عدد 7 عدد اول است. یه جمله خبریه داره، خبریه دیگه داره، یه خبریه به ما میده. پس کدوم جمله گزاره است؟ اون جمله‌ای که خبریه. ب هم ارز گزاره نقیض پی و کیو کدام گزاره است؟ خب این یاد چه قانونی شما رو میندازه؟ این همون دمورگانه دیگه. خب نقیض رو روش پخش میکنم، هم رو و هم رو کیو. نقیض پی میشه نقیض پی، نقیض پی. آها اینجا دارم دیگه، ندارم دیگه، هم ندارم. نقیض و برعکس و میشه یا. نقیض کیو میشه نقیض کیو. پس طبق قانون دمورگان گزینه 3 درست. پ حاصل عبارت براکت یا همون جزء صحیح 1 به علاوه جزء صحیح منفی 1 برابر با کدام گزینه است؟ یه یادآوری از براکت داشته باشیم. گفتیم براکت اصلا یعنی چه کاری ازش برمیاد؟ گفتیم که براکت اگر x مثبت باشه در واقع، یعنی x های مثبت، x میفته بین خودش و یکی
قبلش و اون قبلیه میشه براکت. یعنی چه؟ مثلا براکت 1.2 این 1.2 بین کدوم دو تا عدد صحیحه؟ بین 1 و 2. براکت میره به عدد قبلی، یعنی میشه براکت 1.2 میشه چند؟ 1. اما اگه اون عدد داخل یه مقدار منفی بود، بازم همینطور برمیگرده به کوچکترین عدد صحیح ما قبل خودش. یعنی چه؟ یعنی اگه همین منفی 1.2 رو میخواستیم بنویسیم، منفی 1.2 بین منفی 2 و منفی 1 برمیگرده به قبلی، کوچکترین عدد صحیح قبلی. پس براکت منفی 1.2 میشه منفی 2. خب بریم ببینیم سوال چی میگفت. میگه براکت 1 کنیم. خب 1 کنیم بین کدوم دو تا عدد صحیحه؟ بین 1 و 2. عدد چیه؟ مثبته، میره به یه دونه قبلیش. پس براکت 1 کنیم چنده؟ خود 1. حالا براکت منفی 1 کنیم. منفی 1 کنیم بین کدوم دو تا عدده؟ بین منفی 2 و منفی 1. بازم میره به کوچکترین عدد صحیح قبل خودش. پس این هم میشه منفی 2. خب 1 به علاوه منفی 2 میشه منفی 1. کدوم گزینه؟ گزینه 3. قسمت ت گفته کدام شاخص تحولات قیمت را بر مبنای 1 سال پایه نشان میده. تورم که نیست، درسته؟ چون سال پایه نیست، هر سال به سال. خط فقر هم که اصلا ربطی به سال پایه نداره. توده بدنی هم که اصلا BMI جرم و وزنه. پس فقط چی میمونه؟ بهای کالا و خدمات. سوال بعدی گفته ارزش گزاره عدد 9 مربع کامل است را مشخص کرده، سپس نقیض آن را بنویسید. خب عدد 9 مربع کامل است یعنی چه؟ یعنی من میتونم باید بیام یه عددی رو به توان 2 برسونم بشه 9. چه عددی و چه عددیه؟ هم 3 هم منهایست. پس میگه گزاره 9 مربع کامله یعنی 9 جذر داره، یا یه عددی رو به توان 2 برسون که بشه 9. ارزش گزاره چیه؟ کاملا ارزش درستی داره. خب حالا میخوایم بریم سراغ نقیضش، یعنی بگیم آقا نقیضش از چه قراره. میتونیم چی بگیم؟ استه بکنیم نیست، راحت ترین کار بگیم که عدد 9 مربع کامل نیست. اوکی؟ یعنی جذر نداده. یا میتونیم بگیم چی؟ چنین نیست که عدد 9 مربع کامل باشه. هر دو اینا درسته، چه اینو بنویسید چه این یک. سوال بعدی میگه اگر پی گزاره‌ای درست و کیو گزاره‌ای نادرست باشد و آر یه گزاره‌ای دلخواه، در این صورت ارزش این گزاره رو مشخص کن. خب من برای اینکه بخوام بیام ارزش این گزاره رو مشخص کنم، اول از داخلی ترین پرانتز شروع کنم، یعنی پی اگر و فقط اگر چی؟ کیو. گفته پی یه گزاره درستی و کیو یه گزاره چیه؟ نادرستیه. درسته تا اینجا؟ خب حالا میگفتیم اگر و فقط اگر در واقع گزاره دو شرطی تو دو تا حالت درسته، یا جفتشون درست یا جفتشون نادرست. خب نه جفتشون درسته نه جفتشون نادرست. پس ارزش این گزاره چی میشه؟ میشه نادرست. قبوله؟ خب پس ارزش این پرانتز میشه نادرست. پس پی اگر و فقط اگر کیو آنگاه آر، اینجا یعنی مقدمم چیه؟ نادرسته. قبوله؟ خب حالا آر یه گزاره دلخواهه، چه میخواد درست باشه چه میخواد نادرست باشه چه هر چیز دیگه ای. ما گفتیم گزاره پی آنگاه کیو در چه صورتی نادرسته؟ که اولی درست و دومی نادرست باشه. حالا که اولی نادرسته، دومی هر چی میخواد باشه، در به صورت کلی ارزش این گزاره میشه یه گزاره چی؟ کاملا درست. پس ارزش کلی این گزاره به این دلیل میشه یه گزاره چی؟ درست. سوال بعدی گفته با استفاده از جدول ارزش ها درستی این هم ارزی رو نشون بده. خب من چند تا گزاره دارم؟ یه پی دارم یه کیو. پس 2 به توان 2 یعنی 4 حالت دارم. خب جدول شما بکشیم. یه پی میخوام، نقیض پی هم میخوام، کیو رو میخوام، دیگه چی میخوام؟ پی آنگاه کیو رو میخوام، نقیض پی یا کیو رو میخوام.
درسته؟ بعد نتیجه بگیرم که این دو تا ستون آخر هم ارزن دیگه، یعنی هر تعداد اگه این درسته همش هم درسته، اگه نادرسته و الی آخر. از اون جایی که گفتیم ما 4 تا گزاره داریم، چرا؟ از اون جایی که گفتیم 4 حالت داریم، چرا؟ چون 2 تا گزاره داریم پی و کیو، پس میتونه درست و نادرست باشه. نقیض پی میشه نادرست کیو میشه چی؟ درست نادرست قبوله تا اینجا؟ پی آنگاه کیو، این 2 تا ستون رو میخوام، این و این. فقط وقتی نادرسته که چی؟ دومی نادرست و اولی درست باشه. پس درست میشه درست نادرست میشه نادرست میشه نادرست هم میشه درست. نقیض پی یا کیو، وقتی یا می اومد بین 2 تا گزاره فقط وقتی غلط بود که جفتش غلط باشه. نقیض پی یا کیو، خب درسته نادرسته و درسته. کاملا به وضوح مشخصه که این 2 تا گزاره با هم دیگه هم ارزن. چرا؟ چون جدول ارزشی این و جدول ارزشی این کاملا با هم دیگه چیه؟ یکسانه. پس این 2 تا گزاره و در واقع این هم ارزی که بین این 2 تا هست به صورت جدول کاملا نشون دادیم که درسته. سوال بعدی میگه گزاره های زیر را به صورت نماد ریاضی بنویسید. اگر از مکعب عددی، لفظ مکعب بچه‌ها یعنی چی؟ یعنی به توان 3 برسون. اگر از مکعب عددی، منظور از عددی تو فصل 1 دهم کلیپ دهم بهتون گفتم برید ببینید، وقتی لفظ از عدد اینا میاد چیه؟ هم متغیر، پس x میگیرمش، 1 واحد کم کنیم یعنی منهای 1 میشه 26. پس یه عددی رو به توان 3 برسون، 1 واحد کم کن میشه چی؟ 26. به حاصل ضرب عددی در خودش، میتونه اسم این به جای بگه مربع یه عددی، حاصل ضرب عدد، اون عدد رو x گرفتم دیگه، حاصل ضرب عددی در خودش یعنی x ضرب در x به علاوه 5 بزرگتر از خود آن عدد است. به علاوه 5 بزرگتر از خود اون عدده، خود اون عدد برمیگرده دوباره به x، پس میشه چی؟ x ضرب در x میشه x2 به علاوه 5 بزرگتر از x. سوال بعدی میگه به کمک قیاس استثنایی استدلال زیر را کامل کنید. مقدمه 1: اگر امشب شب 14 ماه باشد آنگاه ماه کامله. حالا مقدمه 2 میگه میگه امشب شب 14 ماه، پس چی؟ آنگاه چی؟ نتیجه چی میگیرم؟ نتیجه میشه که چی؟ ماه کامل است. بعدی میگه عکس و نقیض این گزاره شرطی رو برای من چیکار کن؟ بنویس. گزاره چیه؟ میگه اگر n به توان 2 عددی زوج باشد آنگاه n عددی زوج است و n هم گفته عضو z، یعنی عضو عدد سعی. عکس و نقیض میتونید برعکسش کنید. اول عکس یعنی چی؟ یعنی اگر n زوج باشد، حالا چی؟ آنگاه n2 عددی زوج است. این شد چیش؟ پس عکسش. پس من عکسش کردم اول. حالا نقیضش چی میشه؟ یعنی عکسش کردم نقیض. میگیم که چی؟ اگر n زوج نباشد آنگاه n2 هم زوج نیست. همه اینا رو میتونید نقیض کنید. پس مینویسیم اگر n زوج نباشه، یعنی که n زوج نباشه یعنی n فرد دیگه، پس آنگاه n2 عددی زوج نیست. عددی زوج نیست یعنی چه؟ یعنی فرده، یعنی کاملا اینجا بشه زوج نباشد میتونیم بنویسیم چی؟ اگر n فرد باشد آنگاه n2 عددی فرد است. پس من اینم مینویسمش، اگر n فرد باشد آنگاه n2 عددی فرد است. هیچ فرقی دیگه نداره، یعنی چه اینو بنویسید کاملا درست. سوال بعدی میگه اگر دامنه تابع fx مساوی با x2 به علاوه 1 برابر باشه با d مجموعه منفی 1 0 و 2 برد تابع رو به دست بیارید. خب برای اینکه بخوایم برد تابع رو به دست بیاریم کافیه به جا x ها همون دامنه رو قرار بدیم، یعنی یه بار منفی 1 یه بار 0 یه بار دیگه هم چند؟ 2.
پس من یه بار نیاز دارم به f منفی 1. یعنی چه f منفی 1؟ منفی 1 به جا چی نشسته؟ به جا x نشسته. پس اون طرفم تو ضابطه به جا x میذارم منفی 1. پس چه منفی 1 به توان 2 به علاوه 1. منفی 1 به توان 2 یعنی چه؟ یعنی منفی 1 ضرب در منفی 1. منفی در منفی مثبت. یکی 1. پس چه 1 به علاوه 1. پس f منفی 1 فعلا شد چی؟ 2. f صفر هم حسابش باید بکنیم. یعنی به جا چیش بذار صفر. این صفر به جا چی نشسته؟ به جا x. پس میشه 0 به توان 2 به علاوه 1. 0 به توان 2 0 به علاوه 1. 0 به علاوه 1 1. پس f صفر میشه چند؟ خود 1. و در نهایت چی رو نیاز دارم؟ f 2. 2 به جا چی نشسته؟ به جای x. پس تو ضابطه یعنی x2 منهای 1 رو بهش میگیم ضابطه. میذارم 2. پس میشه 2 به توان 2 به علاوه 1. 2 به توان 2 یعنی 2 ضرب در 2. 2 تا 4 تا. پس میشه 4 به علاوه 1. پس f 2 هست چی؟ 5. پس مجموعه از اینا برد تابع نشون میده. پس آره f میشه مجموعه 1 2 و 5. خواسته مسئله. سوال بعدی میگه اگر f باشه 5 و a به علاوه 1 و 6 و 30 و 2b و 10 یک تابع همانی باشد حاصل آی به علاوه سی بیوم را بیابید. شرط تابع همانی بودن چیه؟ تابع همانی ها چی میگفتیم؟ چی تعریفش کردیم؟ میگفتیم تابع همانی f(x) همون چیه؟ x. یعنی هر ورودی بدی هیچ کاری روش انجام نمیده، انگار نه انگار که این اصلا یه تابع است، همونو خروجی میده. پس این سه تا شرط رو ما بررسی میکنیم. هنگامی که f 5 شده a به علاوه 1 و میخوایم تابع همانی باشه، یعنی a به علاوه 1 چنده؟ 5. معلومات یه طرف، مجهولات یه طرف. مجهولات هم چیه؟ خود a نگرش دارم مساوی. معلومات مثبت 1 بره سمت راست میشه چی؟ میشه منفی 1. پس چه 5 منهای 1. پس a میشه 5 منهای 1 یا همون چی؟ 4. این شد a. بعدیش چیه؟ میگه 6 و 30. خب تابع همانیه دیگه، وقتی 6 بهش میدیم خود 6 رو میده. پس 30 هم از اینجا در میاد چند؟ 6. و دیگه چی رو میخواین؟ آها 2b شده 10. 2b شده 10 یعنی چی بذارم به جا b که 2b بشه همون 10. پس 2b مساوی شده با 10. پس b میشه طرف معلوم یعنی 10 تقسیم بر ضریب مجهول که 2. پس b میشه 10 دوم یا همون 5. حالا چی ازم میخواد؟ آیه به علاوه 30 یعنی 4 به علاوه 6 تقسیم بر 5. 4 به علاوه 6 10 تقسیم بر 5 میشه 2. پس مقداری که مسئله ازم میخواد مثبت 2. سوال بعدی میگه در تابع f(x) مساوی با x2 برای x های بزرگتر مساوی با 0 و ببخشید 2x به علاوه 1 برای x های کوچکتر مساوی با 0 حاصل عبارت f رادیکال 2 به علاوه f منفی 1 چند؟ خب تابع چند ضابطه ایه؟ ما باید تشخیص بدیم که اینا که به جا x نشستن یعنی رادیکال 2 و منفی 1 توی کدوم یکی از اینا قرار میگیرن؟ تو اینه یا تو این؟ درسته؟ خب حالا به من بگید f رادیکال 2 ابتدا به ساکن رادیکال 2 خودش تقریبا چنده؟ میشه 1 و خورده ای. درسته؟ حالا 1 و خورده ای تو x های مثبت قرار میگیره یا تو x های منفی؟ تو x های مثبت. پس از ضابطه چندم باید حساب کنم؟ ضابطه اول. ضابطه اول چیه؟ x2. پس f رادیکال 2 میشه چی؟ همون x2. به جا x چی نشسته؟ رادیکال 2. پس میشه رادیکال 2 به توان 2 که خب توان با فرجه از بین میره، میمونه خود چند؟ 2. پس f رادیکال 2 چند شد؟ خود 2. اما بعدی ابتدا باید مشخص کنیم منفی 1 که یه عبارت منفیه تو ضابطه اوله یا تو ضابطه دوم؟ دقیقاً تو ضابطه دوم. چرا؟ چون x مون منفیه. حالا که x مون منفیه ضابطه تابع به من چی میگه؟ میگه بذارش تو 2x به علاوه 1. x هم چنده؟ منفی 1. پس میشه 2 ضرب در منفی 1 به علاوه 1. 2 ضرب در منفی 1 مثبت در منفی منفی 2 1 2 تا به علاوه 1. پس f منهای 1 به این ترتیب میشه منفی 1. این طرح اینم بدیم به طرح.
سوال بعدی گفته که جدول مالیاتی که توسط هیئت مدیره یک شرکت برای سال مالی جدید آماده و تصویب شده به صورت زیر است. یه نگاهی با هم بهش بکنیم، یه تفسیری داشته باشیم. میگه اگه حقوق تا 8 میلیون معافی از مالیات، مازاد بر 8 تا 12 میلیون بعد 10% مالیات بدی و مازاد بر 12 میلیون 15%. خب اوکی. حالا میگه کارمندی با حقوق 10 میلیون تومان چقدر مالیات باید بپردازه؟ قبوله؟ خب حالا این 10 میلیون خودش گفته که تا 8 میلیون که معاف از مالیات. خب من 8 میلیونش فعلا بردارم، پس میشه 10 میلیون منهای چقدر؟ 8 میلیون. چقدر میمونه؟ دقیقا 2 میلیونش میمونه. درسته؟ که این 2 میلیون همون مازاد بر 8 میلیون تا 12 میلیونه. قبوله تا اینجا؟ خب حالا مازاد بر 8 تا 12 میلیون چند درصد مالیات میخوره؟ 10%. حالا بیاید یه روش یادتون بدم. 2 میلیون 10% میشه چقدر؟ یعنی چه عددی رو من ضرب در 10 کنم میشه 2 میلیون؟ اینو به من بگی. دقیقا میشه 200,000 دیگه. پس چقدر این کارمندی که 10 میلیون حقوق میگیره باید مالیات بده؟ 200,000. سوال بعدی گفته ابتدا نمودار y مساوی با قدر مطلق x را رسم کرده، سپس به کمک آن نمودار تابع y مساوی با قدر مطلق x به علاوه 1 را رسم کنید. خب سر کلاس بهتون گفتم، تو فیلم های تدریسی هم که گذاشتم براتون هست، تابع قدر مطلق و انتقال توابع. تابع قدر مطلق و در واقع این مادر توابع قدر مطلقی باید شکلش رو بلد باشید. یعنی چه باید شکلش رو بلد باشید؟ میدونید همگی که تابع قدر مطلق x یه تابع چیه؟ به صورت یه عدد 7. پس این میشه تابع چی؟ قدر مطلق x. حالا چی ازم میخواد؟ y مساوی با قدر مطلق x به علاوه 1. خب اینجا باهاتون بحث دارم. این مثبت 1 کار رو x یا کار رو y؟ چه موقع میگفتیم کار رو x؟ که دقیقاً تو پرانتز باشه. حالا که بیرون پرانتز یا قدر مطلق کار رو چیه؟ y. کار با y چیه؟ موافقه. یعنی اگه مثبت 1 بود یه واحد ببر بالا، منفی 1 بود یه واحد بیار پایین. پس در نهایت تابعی که ازم میخواد و در واقع همون تابع قدر مطلقه باید چیکار کنم؟ یه واحد فقط ببرمش بالا. پس تابعی که طراح ازم میخواد یه واحد فقط میره بالا، یعنی این شکلی میشه. اینجا هم میشه 1، یعنی مینیمم تابع چیه؟ 1. این y نه x. دقیقاً همون تابع y مساوی با قدر مطلق x به علاوه 1. سوال بعدی میگه اگر تابع f و f این باشه g همین باشه، f منهای g و f ضرب در g را مشخص کنید. خب یه درسنامه مختصری بگیم یادمون بیاد داستان اصلا چه قراره. ما چه موقع میتونستیم تابع ها رو فرض کنید عین همینجا دو تابع f میخوایم منها جمع ضرب و تقسیم کنیم با تابع چی؟ g. چه موقع این کار رو میتونستیم بکنیم؟ اول از همه دو تا شرط داشتیم. شرط اول بررسی برابری دامنه. یعنی چه این گزاره که نوشتم؟ یعنی باید ببینیم که آیا دامنه تابع f با دامنه تابع g برابر هست یا نه. اگه برابر بود که خدا رو شکر، اگه برابر نبود میرفتیم دامنه تابع f رو با دامنه تابع g چیکار میکردیم؟ اشتراک میگرفتیم. خب بعد از اینکه اشتراک گرفتیم میرفتیم سراغ چی؟ بررسی مقادیر دیگه. یعنی چی؟ یعنی از اون x هایی که عضو دامنه f اشتراک با دامنه g بودن مقدار تحویل میگرفتیم. یعنی میذاشتیم تو g x و f x و مقادیر رو تحویل میدادیم. درسته؟ خب حالا بریم سراغ حل سوال. پس من اولین کاری که میخوام بکنم برای اینکه بخوام تابع f منهای g رو مشخص کنم، پس تابع f منهای g میشه چی؟ باید اول دامنه f رو اشتراک بگیرم با دامنه تابع g. خب چیکار کنیم؟ ادامه بدیم. دامنه تابع f یعنی مؤلفه های اول f، یعنی همون x های f. خب پس دامنه تابع f من به صورت مجموعی میشه 2 منفی 1 و 3. پس منفی 1 2 و 3. دامنه تابع g من چی میگه؟ دامنه تابع g من هم دوباره همینجور تمام مؤلفه های اول، یعنی 2 3 0. پس میشه 0 و 2 و 3. باید چیکار کنم؟ اینا رو اشتراک بگیرم. کدوم دو تا عدد رو میبینید اینجا هست؟
پس دامنه تابع f منهای g که همون اشتراک این دوتا تابع است میشه مجموعه 2 و 3. قبوله؟ خب حالا میخوام تابعش رو تشکیل بدم دیگه. خب تابع f منهای g یعنی چی؟ یعنی یه بار f2 رو باید منهای g 2 کنی، یعنی چند میشه؟ یه بار f3 رو منهای g 3 کن. خب بریم جلو. f2 چنده بچه‌ها؟ طبق تصویر f2 5، g2 چنده؟ 2، پس میشه 5 منهای 2 یا همون چی؟ 3. f3 چنده این دفعه؟ f3 7 و g3 6، پس میشه 7 منهای 6 که میشه چی؟ 1. پس تابع f منهای g من میشه چی؟ 2 و 3 و 3 و 1. این تابع f منهای g. تابع بعد که از این میخواد چیه؟ f ضرب در g. خب خوشبختانه اشتراک تابع رو که داریم دیگه وقتمونو هدر نمیدیم. اشتراک تابع همون 2 و 3، پس یه بار میخوام f2 رو ضرب در g 2 کنم، یه بارم قراره چیکار کنم؟ f3 رو ضرب در g 3 کنم. خب f2 ضرب در g 2، f2 چند بود؟ 5، g2 چند بود؟ 2، پس میشه 5 ضرب در 2 یا همون چی؟ 10. f3 چند بود؟ 7، g3 چند بود؟ 6، پس میشه 7 ضرب در 6 یا همون 42. پس تابع f ضرب در g میشه چی؟ 2 و 10 و 3 و 42. این دو تا تابعی که ازم میخواست. و اما قسمت ب گفته مقدار f جیوم 2 را حساب کن. خب f جیوم 2 را حساب کنی یعنی چه؟ یعنی بیا f 2 رو تقسیم بر چی کن؟ g 2. درسته؟ خب f 2 چنده؟ 5. g 2 چنده؟ 2. پس f 2 یا f جیوم 2 میشه 5 دوم یا همون 2 و نیم که میشه جواب مسئله. اینم تابع f منهای g و f ضرب در g. سوال بعدی میگه نمودار تابع f به صورت مقابل داده شده است. اگر gx 1 باشه ابتدا ضابطه تابع f به علاوه g را نوشته، سپس نمودار آن را رسم کنیم. همین 5 دقیقه پیش گفتم اول میریم سراغ اشتراک دامنه هاش. خب fx که یه تابع همانیه و تابع همانی هم یعنی دامنه در واقع تابع f هم مجموع اعداد حقیقیه. میبینید هر x اینجا بدیم خروجی داده. تابع gx چیه بچه‌ها؟ دقیقاً یه تابع همانیه. تابع همانی شکل تابع همانی چی بود؟ من رسمش کنم. این تابع gx مساوی با 1، این y، اینم x، اینم 1. درسته؟ بازم هرچی x اینجا باشه چیه؟ گرفته. پس دامنه تابع g من هم بازم کل مجموع اعداد حقیقیه. پس حالا که میخوام fx رو به علاوه gx کنم چیکار میکنم؟ اشتراک میگیرم دیگه. خب r اشتراکش با r چیه؟ خود r دیگه. پس دامنم r. حالا fx علاوه gx، fx چنده؟ خود x. gx چنده؟ 1. پس میشه تابع f به علاوه gx که همون x به علاوه 1 با دامنه چی؟ کل r. خب بازم از انتقال میتونید رسم کنید دیگه. این چه فرقی با این تابع همانی داره؟ فقط یه واحد رو x رو y، پس یه واحد میبرمش بالا میشه مثبت 1 و ریشش هم که هست منهای 1. اینم y، اینم x. اوکی این تا اینجا. بریم جلو. اگه خسته شدین یه پاز بدین، یه چیزی بخورین، دوباره بیاین. میگه که سوال بعدی میگه درآمد ماهیانه 7 نفر از کارمندان یک شرکت بر حسب میلیون تومان به صورت زیر است. خط فقر را به روش نصف میانه محاسبه کنید. خب خودش بهمون هینت یا همون دیتا رو داده. میگه خط فقر همون نصف میانه است. پس من اول باید میانه رو حساب کنم. خب میبینید که دیتا و در واقع اون درآمد ماهیانه هایی که به من داده چیه؟ نامرتبه. پس از کوچیک به بزرگ مرتبش میکنم. میشه چی پس؟ میشه 4، بعد 5، بعد 5 چنده؟ 10، بعد 10 12، بعد 12 چنده؟ 13، بعد 13 چنده؟ 20 و بعد 20 هم چیه؟ 30. خب ما چه جوری می اومدیم میانه رو حساب میکردیم؟ خب اول ببینیم چند تا دیتا و اطلاعات داریم. 1 2 3 4 5 6 7. خب میانه میشد چی؟ 3 تا از این طرف جدا کن، 3 تا هم از این طرف جدا کن. پس میانه من یا همون چارک دوم من میشه چی؟
12. پس میانه رو حساب کردم، میانه من شد 12 میلیون. حالا به روش خط فقر رو گفته به چه روشی حساب کنی؟ به روش نصف میانه. خب خط فقر یعنی نصف میانه دیگه. میانه چنده؟ 12. نصف یعنی چند؟ تقسیم بر دو. دو قسمتش کن دیگه. پس خط فقر میشه چی؟ 12 دوم یا همون 6 میلیون تومان. این هم شد خط فقر. سوال بعدی میگه اگر سبد هزینه خانواده‌ای شامل 2 کالای برنج و گوشت باشد و قیمت این 2 کالا بر حسب 1000 تومان در سال پایه به ترتیب 80 و 500 باشد و در سال مورد نظر به 120 و 700 برسد، با فرض اینکه مقادیر مصرفی برنج و گوشت در سال پایه به ترتیب 60 و 40 کیلوگرم باشد، شاخص بهای این 2 کالا را به دست بیارید. خب پس قراره چیکار کنیم؟ یه فرمولشو همتون بلدین. ما اولین بچه یکم چون در هم بر همه یه برنج دارم که اول 80 بوده، بعد شده 120 و اول کار چند کیلو ازش میخواستم؟ یه 60 کیلو. درسته؟ خب پس تو سال جاری که من میخوام حساب کنم میشه چی؟ میشه 60 کیلوه، میشه 60 ضرب در 120 تقسیم بر سال پایه چقدر بوده؟ 60 ضرب در 80. قیمت ضرب در اون چیزی که مصرف میشه دیگه. سال پایه هم که پایین، سال جاری چون کالا رو میخوام شاخص رو میخوایم حساب کنیم دیگه. به علاوه سال جاری شده چقدر؟ شده 700. چند کیلو؟ 40 کیلو. پس میشه 40 ضرب در 700 به علاوه پایین ضرب در چی میشه؟ میشه 40 ضرب در 500. درسته تا اینجا؟ خب یه ضرب در چی هم میخوایم؟ یه ضرب در 100 هم میخوایم، چون بر حسب شاخصی میخوایم حساب کنیم دیگه. درسته؟ خب 60 ضرب در 120 میگیم 6 تا 12 تا میشه 72 تا 2 تا صفر داریم. به علاوه 4 هفتا 28 تا 3 تا صفر داریم. تقسیم بر 6 8 تا 48 تا 2 تا صفر داریم. 40 ضرب در 500 4 5 تا 20 تا چند تا صفر داریم؟ 3 تا. 1 2 3. درسته تا اینجا؟ خب پس پایین میشه 24800، بالا میشه چی؟ 35200. یه ضرب در چی هم داریم؟ یه ضرب در 100 هم داریم. درسته؟ خب یکم کسرشو کوچیک‌تر بنویسم که یه ضرب در 100 هم بره این بالا. خب یه مخرج یک بدید اینجوری، یعنی طرف این وسط اینی میتونید ساده کنید. پس 2 تا صفر اینو من با 2 تا صفر این میزنم. در واقع شاخصی که من باید حساب کنم چیه؟ 35200 تقسیم بر 248. خب پس 35200 تقسیم بر 248. یه دونه 248 تا میشه 248 منهای از 2 تا نمیتونم 8 تا بردارم، پس 5 میشه 4، این میشه 12 منهای 8 4 4 منهای 4 0 3 منهای 2 1. یه دونه صفر رو میارم بالا میشه 1040. درسته؟ فکر کنم اگه یه 5 اینجا ضرب کنیم یا یه 4 ضرب کنیم دیگه بعد انجامش بدیم دیگه. 248 ضرب در 5 نمیخوره بچه، احتمالاً 4 بخوره. 4 8 تا 32 تا 3 میره بالا، 4 4 تا 16 و 3 17 1 4 تا 8 میشه 972. خب پس من اینو پاکش کنم. 972 رو پس یه 4 زدیم اینجا شد چقدر؟ شد 972. از صفر نمیشه، میشه 3 میشه 10 میشه 8 نمیشه دوباره، اینجا میشه 0 اینجا میشه 9. درسته؟ و اینجا میشه 13 در واقع. 13 منهای 7 میشه 6، اونم که میشه 0. یه دونه 0 میاد پایین میشه 680 و تقریبا چند تا میخوره؟ 3 تا رو فکر کنم بخوره، یعنی 248 ضرب در 3 8 تا 24 تا 2 داریم. 3 4 تا 12 و 2 4 در 1 3 تا 6 تا و 1 7 تا نه 2 تا میخوره. پس به تقریب، یعنی میخوایم تقریب حساب کنیم شاخصی که ما در آوردیم، چون این 142 ممیز میخوره دیگه، به تقریب شاخصمون میشه 143 واحد. سوال آخر میگه در یک منطقه از میان افراد 16 ساله و بیشتر
تعداد 1200 نفر شاغل و 300 نفر بیکار هستن. نرخ بیکاری. خب این سواله که تو اقتصادتون خوراکه و منم درسش دادم کامل، کلیپاش هست، ویدیوهاش هست، میتونید برید ببینید. نرخ بیکاری اصلا چی به ما میگه؟ فرمولش چیه؟ چی جوری من میتونم نرخ بیکاری رو دست بیارم؟ میشه جمعیت فعال به کل جمعیت ضرب در 100. خب جمعیت فعال یعنی شاغلا دیگه و اونا که دنبال کارن. چقدر؟ 1200. کل 1200 نفر شاغل داریم، 300 تاشون هم بیکارن، پس 1200 به علاوه چند؟ 300 ضرب در 100. نرخ میخوام دیگه، درصد بعد بگیم. پس میشه 1200. 1200 به علاوه 300 میشه 1500 ضرب در چند؟ 100. درسته؟ خب این دو تا صفر با این دو تا صفر میشه 12/15. پس نرخ بیکاری که طرح از من میخواد میشه 12/15 ضرب در 100. خب 12 به 3 میشه 4، 15 به 3 میشه 5. پس در واقع 4/5 ضرب در 100. درسته؟ خب همینجا میتونید ساده کنید، میتونید هم 4 رو ضرب در 100 کنید بعد تقسیم بر 5. خب 5 به 5 1، 100 به 5 میشه 20. 4 ضرب در 20 میشه 80. پس نرخ بیکاری چند درصده؟ 80 درصد. اوکی تا اینجا؟ ببخشید نرخ بیکاری از این خود این نرخ باکاریه، چون 1200 نفر شاغل بودن. نرخ بیکاری برعکس این میشه، یعنی میشه 100 منهای 80 همون 20 درصد، یا میتونیم بگیم که جمعیت فعال اینجا 90 باشه و جمعیت بیکار اینجا باشه. پس نرخ بیکاری رو یه بار دیگه با هم دیگه حساب کنیم. این نرخ باکاری شد مساوی با 300 به 1500 ضرب در 100. این همونه دیگه، یعنی دیگه محاسباتش من ننوشتم. این دو تا صفر با این دو تا صفر 3 به 3 1 میشه 5. پس میشه 1/5 ضرب در 100 که خب به 5 میشه 20، به 5 میشه 1 میشه 20 درصد. این چیه؟ نرخ بیکاریه. حالا ما این از خودمونم ابداع کردیم اینجا بنویسیم، میشد نرخ باکاری. نرخ باکاری. مرسی که من همراهی کردید، امیدوارم کمکتون کرده باشه، یاد گرفته باشید مطلبی و همیشه در کنار عزیزانتون در صحت و سلامت کامل باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.